سال 2021 این با فهرست جشنواره‌های یونسکو پذیرفتن 2500 سالگی یادگاری تخت سنگین میباشد. در دوره چهاربینی‌های چنین تشکیلات با نفوذ تدریج نمودن این موضع تاریخی گواه آن است که موضع‌های تاریخی کشور ما در سطح جهانی پذیرفته میشوند و اعتراف میشوند. راجع به این و موضوع‌های دیگری مربوط به یادگاری تخت سنگین تصمیم گرفتیم و نصرالله عبیدالله دیرکتوری انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان صحبت دایر نماییم. خب استاد به محابا به فهرست جشنواره‌های یونسکو شامل شدن تخت سنگین باعث سربلندی ما تاجیکان گردید و به خود می‌بالیم که تاریخ پرغنوا داریم و امروز موضوع‌های قدیمی‌مان در سطح بین‌المللی اعتراف می‌شوند. لطفاً بگویید که اهمیت جهانی تخت سنگین در چه ارزیابی می‌شود؟ تشکر. واقعاً این حادثه یکی از حادثه‌های فرح بخش آخری سال گذشته بود که یادگاری تخت سنگین تاجیکستان به فهرست بزرگداشت‌های یونسکو وارد گردید و عموماً حدود امروزی کشور، حدود تاجیکستان دارای نهایت یادگاری‌های نادر و قدیمی می باشد. هم قریب که همه دوره‌های تاریخی از عصر قدیم سنگ از پaleolit سر کرده تا به عصر میانه یادگاری‌های زیاد در حدود جمهوری تاجیکستان جای دارند و یکی از چنین یادگاری‌های نادر و یادگاری که تا دوره اسلامی محسوب می‌یابد این یادگاری شهرستان تخت سنگین می باشد و خوشبختانه با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان این یادگاری 2500 سالگی این یادگاری به روی خط جشنواره‌های یونسکو برای سالهای 2022-2023 قبول گردید و این از تاریخ اشاره به تاریخ بای طولانی و غنی مردم تاجیکستان و حدود تاجیکستان امروزه می باشد. این یادگاری تخت سنگین واقعا یادگاری نادر است و این یادگاری هست که با دوره پیش از آمدن یونان و مقدونی ها و دوره هخامنشی ها و بعدا در خودش دوره یونان و مقدونی و پس از آن دوره کوشانیان را در بر میگیرد. سه دوره. بله و با اون سندها با اون گویم بازیافت‌هایی که تا امروز دسترس شده است و محققان کار کردند حاضر آغاز تاریخی این یادگاری از دوره هخامنشی ها تخمینا عصرهای 6-5 پیش از میلاد ابتدا میگیرد و یادگاری بعداً در نتیجه آمیزشی بعد از اصطلاح یونان و مقدونی ها با یک افاده کننده یک آمیزش فرهنگ پیشرفته شرق، فرهنگ پیشرفته محلی با فرهنگ اروپایی، فرهنگ یونانی ها می باشد و این یادگاری خودش بسیار در یک جای از جهت جغرافی موقع در یک جای خیلی عجایب جایگیر شده است در ولایت ختلان، ناحیه قبادیان، نیمروزی تاجیکستان در ساحل راست دریای آمو، کمی از ریزشگاه دریای وخش که به دریای پنج میریزند و دریای آمو را تشکیل میدهند کمی پایانتر از همون جایگیر شده است. موقع جایگیر شویش هم نهایت از جهت استحکامی، از جهت تاریخی و طبیعی خیلی خوب است. آموزش این یادگاری هنوز در دوره شوروی سر شده بود و دایر به تاریخ پیدایشش، دایر به حدودش، موقعش خوب هنوز در دوره شوروی معلومات‌های جدی داده بودند ولی بیشتر از خود شهرستان دیده در آنجا یک معبد بزرگی هست، خرم میگویند به روسی، معبد بزرگی آکس جایگیر است و این معبد بیشتر آموخته شده است.
سالهای طولانی با آموزش این یادگاری باستانشناسی مشهور بوریس آناتولیویچ لیتوینسکی مشغول بود و بعداً با تحقیق و آموزش این پیچیکیان و بعداً در آخر انجلا دروژینینا و دیگر باستانشناسان داخلی و بیرونی شرکت ورزیدند. خب استاد شما اگر خاطر نکنم اهمیت جهانی داشتن این موضوع تاریخی را در آن از جاوید کردید که آمیزش مدنیت شرق و غرب در خود نگاه داشته است و انعکاس میکند. اما استاد اروپایی‌ها در ادبیات خود ادعا میکنند که محض آمدن یونانی‌ها به این منطقه باعث پیدا شدن و رشد مدنیت گردید. بله. این خیلی اندیشه ها در ادبیات علمی و ادبیات علمی عاموی زیاد است. خودی اون که بازیافت تخت سنگین و شهرستان سنگین موجود بودن آن تا آمدن یونان و مقدونی ها این خودش علاقه اشاره و نه تنها اشاره این خودش گواه آن است که تا آمدن یونان و مقدونی ها در این منطقه مدنیت و فرهنگ پیشرفته وجود داشت و در تاریخ خودی دولت هخامنشی که ابتدای تخت سنگین از دوره اونها آغاز می‌یابد همچون یک امپری متمدن یکی از امپریاهای خیلی پیشرفته سطح جهانی اعتراف شده است. با این عقیده عالمانی که بیشتر آنها گوییم که موقع اروپا موقع غرب را بالاتر نشان میدهند و گویا که فرهنگ پیشرفته آنها را اثبات میکنند. حتی اندیشه دارند که محض آمدن یونانی‌ها بله. پیدا شدن شهر در این سرزمین گردید. بله به اینها هنوز باباجان غفاروف در هم نشر روسی تاجیکان و هم نشرهای تاجیکی جواب گردانده بود. از جمله باباجان غفاروف دایر به نقش یونانی‌ها گفته بود که البته آمدن کوچیش رفت و آمدن خلق‌ها مهاجرت خوب یا با هم آمیخته شوی و باعث پیشروی و دیگرگونی تغییرات در فرهنگ‌ها می شود ولی این معنی اون رو نداره که تنها با آمدن یونان و مقدونی ها به منطقه آسیای مرکزی بعد هنر شهرسازی و شهرداری پیدا شد. راست است که در تاریخ بعد از آمدن اسکندر در حدود آسیای مرکزی زیاده از 8 شهر ساخته شد لیکن این شهرهای استحکامی بودند. از جمله اون شهری که اسکندر اقصی که در ساحل دریای سیر نزدیکی خوجند امروزه ساخته شده بود و حتی بعضی یا هست که در داخل امروزه شهر خوجند وارد میشد بعضی اندیشه ها این راست است لیکن تا آمدن یونان و مقدونیا ما در این منطقه شهرها و گویم مدنیت فرهنگی پیشرفته جای داشت. خودی آن که سال 2020 5500 سالگی شهر سرعظم باستانی جشن گرفته شد این یک دلیل قوی دیگر است. وقتی که اکادمیک علامه باباجان غفاروف به این اندیشه ها جواب گرداند یکی از طرفداران این اندیشه ها اکادمیک ترن است و باباجان غفاروف در جواب گفت که نه تنها مدنیت یونان و مقدونیا به مدنیت محلی تهجایی تاثیر رساند اینچنین مدنیت تهجایی محلی به مدنیت این یونان و مقدونیا ها تاثیر بیشتر رسانید. حتی یا عباره عجیب هم دارد غفاروف که میگن که شرق فرهنگ شرق فاتحان خودش را فتح کرد زیر کرده گرفت و در نتیجه آمیخته شوی همین مدنیت پیشرفته محلی با مدنیت فرهنگی یونان مقدونی که آمد مدنیت کلا نو زینه نو رشد نو پیدا کرد که اون در ادبیات علمی در ادبیات در تاریخ با نام مدنیت هلنیستی مشهور است. این نام اصلا از نام یونان گرفته شده است که آن را ایلادا میگویند و مدنیت هلنیستی این مدنیت صاف یونانی نیست. این مدنیت آمیخته مدنیت تهجایی محلی با مدنیت آمده مدنیت یونان و مدنیت یونانی ها و اگر مدنیت
محلی فرهنگ پیشرفته نمی بود و برای دادن جهش دادن مدنیت نو فرهنگ نوی رشد یافته مساعدت کرده نمی توانست. برای همین این اندیشه اروپایی ها در آن که تا آمدن یونان و مقدونیه ها این در یک جریانی هست با نام جریان پن اروپاییسم میگویند که آنها از اون طرف میبینند و اروپا رو مرکز تمدن و مرکز فرهنگ میکنند و نشان میدهند و گویا که شرق در نظر آنها، حالا که ابتدای تمدن جهانی، ابتدای فرهنگ جهانی از شرق ابتدا میگیرند، از شرق آغاز میگیرند و برای این تو آمدن یونانی ها خودی شهر تخت سنگین موجود بودن آنجا و معبد اوکسی که به نام وخش، دریای وخش گذاشته شده است، دریای آمو که در یونانیون اوکس میگفتند، خودش در بالای قبطهای فرهنگی دیگر ساخته شده است. یعنی تا این های در آنجا مدنیت و صنعت و هنر شهرداری و شهرسازی موجود بود. یعنی یونان رو باختن در جای خالی آمده مدنیت؟ بله در جای خالی نآمده است و باز تکرار میکنم که اگر فرهنگی پیشرفته، فرهنگی تشکل یافته نمی بود، با در نتیجه آموزش یک فرهنگی پیشقدمی دیگری هلنیستی پیدا نمیشد. تشکر. استاد، در دایره چرابینی های یونسکو جشن گرفتن تخت سنگین آیا امتیاز دارد و مقصد اساسی از جشن سالگرد این موضوع تاریخی در چه ارزیابی می شود و عموما در دایره این چرابینی در موضع شهرک تخت سنگین باید چه کارهایی انجام می‌پذیرند؟ تمام تجلیل جشن‌های تاریخی، صحنه‌های تاریخی، خب یادگاری‌های بزرگ تاریخی، خب اینها به مقصد، به هدف نیست. هدف اول اگر رونمایی یا معرفی تاریخ و تمدن قدیمی پیشرفته باشد برای نه تنها ساکنان جمهوری، برای تمام اهل بشر. دوم مقصد هدف اساسی حفظ و نگهداشت همین یادگاری است و برای اون که با مرور زمان باد و برف و باران و دیگر حادثه های طبیعی و دیگر قسم زیادی یادگاری ها نیست می شوند. خواهید نخواهید آنها تاثیر طبیعت و عالم و انسان و همش به اون میرسد و برای این یکی از وظیفه های مهم که در همه برآمدها، در همه سخنرانی های پیشوای معظم ملت گفته میشد، این نگاه داشتن، حفظ کردن این یادگاری است. از جمله مقصد ما هم معرفی کردن، یکم اگر معرفی کردن تخت سنگین همچون یک یادگاری نادری تا اسلامی باشد، از طرف دیگر با همین راه، با همین واسطه روانه کردن توجهی ساختارها و مقامات‌های دخلدار جامعه کشور و جامعه جهانی به حفظ و نگهداشت این یادگاری می باشد. ببینید که در کدام جایی که جشن گرفته شد، 2700 سالگی کولاب، 2500 سالگی استرافشان و تیپا، خب 3000 سالگی حصار و آخرین چیزی که ما کردیم این 5500 سالگی سرزم که هم برای نگهداشت، حفاظت این یادگاری و هم آن را برای مردم دسترس کردن و تماشا برای توریستا و اینا معرفی کردن خیلی مساعدت کرد و آباد شد و امروز همه منطقه‌ای که گفتم یک جایی گویم یک نقطه سیاحی هم داخلی است و هم سیاحی خارجی است. تشکر. استاد، وقتی اطرافی تخت سنگین حرف میزنیم به اختیار همون دفینه مشهور امودریا به خاطر میآید. بله. خب که این دفینه از 1300 تنگه و ظرف‌های دیگری نقره‌گین و زرندون عبارت است و امروز آثارخانه شهر لندن را زیب می‌دهد. بیایید استاد کمک اطرافی همین دفینه صحبت کنیم. این چگونه رخ داد؟ چگونه دفینه با این آثارخانه راه یافت؟ متاسفانه در طول تاریخ، حتی در همین 100 سالهای آخر،
و ما بسیار یادگاری های خوب، یادگاری های چی را از دست دادیم و از جمله این دفینه امودریا که در بریتیش موزیم می ایستد در لندن، این محصولی هنری اجدادان ماست، گذشتگان ماست. استاد میدونید بعضی هم با این اندیشه‌اند که از سبب اون که همین دفینه از آسیای مرکزی رفت به همین خاطر نام دفینه امودریا رو گرفت. همین اندیشه از همین مبزی بودن همین دفینه رو رد میکند. بله، نام خود این در ادبیات علمی هم با نام خزینه امودریا، دفینه امودریا مشهور است و این اصلا بازیافت‌های تصادفی که مردم با راه‌های گوناگون پیدا کردن به دستی گروه سوداگران، تاجران میافتد و از بس که اینا چیزهای بیشتر طلایی و نقره‌گین بودند و سال 1877 از دستی مردم محلی، ساکنان محلی، تاجران آن را خریداری میکنند و تاجران آن را با مقصد فروختن، ولی در راه این کاروان تاجران به دست راهزنان میافتد و تمام مال و اموال آنها تاراج میگردد و با کدام راه به بازار سیاه هندوستان میبرند این نگارها و در آنجا افسران و افسران انگلیس این رو پیدا میکنند و به لندن میبرند و به آثارخانه آنجا میفروشند. از بس که از حوزه دریای امودریا بازیافت شد، از آنجا اون در آنجا با نام خیلی نام خوبی هم موافق خزینه امودریا تا حاضر محفوظ مانده است. لیکن درباره پیدایش این هنوز که این محصول هنری کدام منطقه است هنوز بابا جان غفورов گفته بودند که اکثریت این نگاره ها محصول دست هنرمندان باختری، مردم هنرمندان همین ساحل راستی دریای آمو هستند، امودریا هستند. ولی هست بعضی عنصرها، بعضی نگاره هایی که آنها در قسمت غربی ایران زمین استحصال شدن یا که محصول دست فرهنگ همون طرف هستند، نه که در اصل قسمتی بیشتر از قسمت اساسیش از ساحل راست است و هم امروز کلی متخصصان اندیشه به آن دارند که این بازیافت‌ها قسم زیادش از حدود نمی تخت سنگین پیدا کرده شده است و برای اون که دیگر نگاره هایی که از اینجا پیدا شد در نتیجه کافتکاوهای باستانشناسی نیز به همین نگاره ها شباهت دارند و برای همین چیز به نوبت گرفته شد و همه خبر دارند که از 13 اکتبر سال 2021 تا 10 ینوری سال 2022 در یکی از آثارخانه های مشهور پاریژ، آثارخانه گیمی، در آنجا نمایش کلان نگاره های باستانی تاجیکستان با نام خیلی شیوای شینمی تاجیکستان، کشور دریاهای طلایی گذاشته شد که با همین نمایش به واسطه نگاره های دفینه امودریا، خزینه امودریا از بریتیش موزیم نیز آورده شد، همراه کرده شد. لایه که از تخت سنگین یافته شدند و از اینجاها اینها در آزمایشگاه های خارجی مورد تحقیق، مورد آموزش قرار گرفتند. خلاصه هایی که این لابراتوری ها دادن آن است که طلا یا که معدنی که استفاده برده شده است اونم معدن محلی، معدنی که از حدود خودی ماورالنهر، از همین حدودی اطراف دریای آمو پیدا کرده شده است. برای این علاقه در این مسئله از آن که این خزینه دفینه امودریا محصول هنری کدام دوره است و با کجا متعلق به کجا هست، این علاقه در حال خود را یافت و آن به شبه از نگاره های تخت سنگین است. استاد، آیا قرار نیست که مثلا در دایره سالگرد 2500 سالگی
یادگاری تخت سنگین همین دفینه به وطن خودش برگردانده شود. ما متخصصان مورخان نیست طرفدار همی هستیم، ولی متاسفانه یک چیز است که این گرچنده که مال تاریخ ماست، مال هنر و فرهنگ مردم و اجدادان ماست، لیکن امروز این که در آثارخانه لندن هست، این مال اون آثارخانه است. اونا این گونه نگاره ها، این گونه بازیافت ها، اینا ارزش ندارند. اینا با پول با چین کرده نمی شود. برای این برگرداندن این یگان آثارخانه به این راضی نمی شد و راضیگی هم نمی دید. ولی چون این نگاره هایی که ما از حدود جمهوری بیرون رفتن، بعضیش با بهانه آن که ما جای نداشتیم، بعد در دوره اتحاد شوروی گروه های کلان اکسپدیسیونی که از شهرهای مرکزی مسکو و لنینگراد از اینجا می آمدن، از خارجه می آمدن، آنها از بس که دولت یگانه بود، حدود وی نداشت، بسیاری از بازیافتا نگاره ها رو با خود می بردن. از جمله قسم زیادی نگاره هایی که از پنجکنت قدیم است، از دیوار نگاره ها سر کرده تا دیگرش، آنها امروز در هرمیتاژ دولتی سنت پترزبورگ جای گیرند. اکنون دیگر آنها رو برگرداندن نمیتوانید. کوشش ها بودن، فقط ما حاضر یک چیز با ما موفق شدیم که یک تعداد معین تا 6 نگاره را تا امروز آن را نسخه برداری کردیم و به تاجیکستان آوردیم و در آثارخانه ملی تاجیکستان گذاشتیم. در آینده پورا همش آوردن این غیر امکان است. ما کوشش میکنیم، لیکن فکر میکنم که راه خوبتر، راه اساسیش این نسخه های همونای نسخه اصل با همون متل، با همون معدن نسخه برداری کرده به آثارخانه های خود آوردن است. و طرف دیگرش هست، همه اون چیزی که در آنجا هست، مثلا دفینه امودریا در بریتیش موزه، اون نگاره هایی که از پنجکنت قدیم در هرمیتاژ سنت پترزبورگ، اینا همشون در کجایی که نباشن، در کدام آثارخانه دنیای نباشن، اینا معرفی کننده فرهنگ و تاریخ بوی مردم ما هستند. خب استاد، 2500 سالگی تخت سنگین کی جشن گرفته می شود؟ سال 2022 یا سال 2023؟ در سال 2022 حاضر فقط به این حاضر نقشه چاره‌بینی های سطح حکومتی مرتب می گردد و تمام کارها، تمام سمت ها در آن بخشیده به این جشن، به افتخار این جشن در این نقشه چاره‌بینی به مرتب می گردند، به آن وارد کرده میشن و از طبق آن اصلا به کار علاقه شروع کردیم و در بسیاری از آثارخانه ها، از جمله آثارخانه ملی باستانی نزد اینستیتوت تاریخ اکادمی ملی علمای تاجیکستان نمایشی خیلی کلانی نگاره های تخت سنگین تشکیل کرده میشد که ما توسط رسانه های خبری به مردم میرسانیم و دعوت میکنیم که از آن دیدن کنند. خب تحقیق آموزش تخت سنگین به طور پروسعت ادامه داده می شود و ما نه تنها با گروه های متخصصان داخلی، اینچنین متخصصان زیادی را از بیرون دعوت میکنیم، از خارج کشور که در این سمت ما همکاری های خیلی گسترده داریم با باستانشناسان روسیه، باستانشناسان فرانسه که در این نقطه کار کردند با همراهی باستانشناسان تاجیکستان. خب کتاب و موادهای زیاد و نقشه گرفتیم، آنها را به چاپ میرسانیم و علاقه به 3 زبان یک بوکلت خرد نیز چاپ کردیم که درباره معلومات های ابتدایی را درباره تخت سنگین میدهد و کارهای دیگری زیادی ساختمانی است. پیش از همه حفظ کردن خود یادگاری، اطراف آن را منع کردن اطراف آن، کشادن وسیع کردن راهی که ماشینگردی که به این می رود، از بس که در یک موقع نهایت نازک جایگیر است، در
نزد سرحد. بله، برای با اینابت گرفتن همه این نازکی ها و طلبات های مقامات داخلدار ما این کارها رو با نقشه گرفتیم و الکی بعضی آنها سر شدن و البته یک کنفرانسیه و سیمپوزیوم کلان بین المللی دایر به تخت سنگین و نقشه آن در تاریخ و تمدن آسیای مرکزی گذراندنی هستیم. تشکر استاد برای صحبت جالب. سلامت باشید. به شما هم برای کار. تشکر.